نگاه به مطبوعات. نگاه به مطبوعات. برنامه گزارشات مهم یک هفته. در این برنامه گزارشات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی یک هفته غزنی، افغانستان و جهان را شنوا باشید. این برنامه را روزهای پنجشنبه ساعت 8 صبح و تکرار آن را ساعت 6 شام همین روز از رادیو ملی غزنی فراموش نکنید. نگاه به مطبوعات. به نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام و وقت بخیر خدمت تمامی شنونده ها و علاقمندان برنامه نگاه به مطبوعات. شنونده های عزیز، خوشحال هستم که باز هم حسیب العابد در خدمت شما از آن قرار دارم. می رویم نگاهی به رویدادهای یک هفته اخیر کشور و جهان می اندازیم. پس تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. در نخست از ولایت غزنی شروع می کنیم. در نخستین رویداد هفته روان معاون جدید مقام ولایت غزنی معرفی و به کارش آغاز کرد. مسئولین این ولایت در سخنانشان بر خدمت بهتر در چوکات شریعت تاکید کردند. از سوی هم معاون جدید والی غزنی با تاکید بر خدمات بهتر از مسئولین خواست تا با وی همکاری داشته باشند. همکارم ذکرالله رسولی با شرح بیشتر این گزارش. مولوی سردار محمد مدنی به حیث معاون جدید و تقرر ولایت غزنی معرفی و به کارش آغاز کرد. در محفلی که به همین مناسبت در تالار مقام ولایت غزنی برگزار شده بود، مولوی عبدالصمد جاوید والی غزنی خطاب به مسئولین این ولایت گفت مسئولیت خود را با در نظر داشته احکام شریعت به شکل بهتر آن انجام بدهید. نو دا د ټول مرګورو چې دا غوښتنه او په بار بار دا ورڅ غوښتنه د دم ارزو ده چې دغه د نظام خدمت ته د مسلمانانو خدمت ته دته د باید هر څوک متوجي شي، هر څوک خپل په کار کې باید دا کوشش وکړي چې خپل کار مخته وشي. د ولې ټول کارونه نه یو نفر کولای شي، نه دوه نفر کولای شي، نه پنځه نفر کولای شي. نو چې هر څوک خپل کار ته متوجي شي، بیا ان شاء الله په دې کې د مسلمانانو مشکلات هم حلي، د نظام پرمختګ به وي او خدای نخسته نظام به د کوم کمزوریانو د کوم مشکلات څخه الله پاک ساتلی. شیخ عبدالبر رئیس محاکم زون غزنی در سخنانش با اشاره به مسئولین این ولایت یادآور شد که اگر در نقش و قدم حضرت عمر رضی الله رفتار شود، این حکومت در تاریخ یک نمونه خواهند بود. دا به داسې یو حکومت وي چې تاریخ کې دا خو په تیریږي. دا به یو مثال پاتې وشي. علما یو وخت کې یو چړي جکسو او ملا او باچا سره بیا امیر المؤمنین و. تاریخ کې داسې اوس لیکل شي چې دغسې مسلمانانو سره دغسې عدالت و، دغسې رویه و، دغسې اخلاقا و، دغه قاضي و، دغه والی و، دغه استخبارات و، دغه شی و. از سوی هم مولوی سردار محمد مدنی معاون جدید والی این ولایت خطاب به مسئولین میگوید با وی همکاری و هماهنگی داشته باشند. آقای مدنی افزود که همیشه و حتی بغیر از رسمیات در خدمت مردم خواهند بود. خدمتونه به هغه وخت ترسره شي چې کله ښه هماهنګي او همکاري په ادارو کې موجوده وي، او چې کله هماهنګي او همکاري موجوده نه وي نو ښه خدمتونه نه ترسره کیږي. نو الله تعالی دې موږ تاسو په د ادارو کې ښه هماهنګي راولي او موږ دې الله تعالی د وی بل اداري همکاران جوړ کړي. قابل یادآوری است که بر اساس حکم امیرالمومنین حفظه الله حافظ عبدالرشید عمری معاون قبلی ولایت غزنی به حیث شاروال ولایت خوست و مولوی سردار محمد مدنی رئیس اقوام و قبایل ولایت لوگر به حیث معاون ولایت غزنی تقرر نمودند. مشاوره تحت عنوان جلوگیری از رواج‌های ناپسند در ولایت غزنی راه اندازی شد. این مشاوره که از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت راه اندازی شده بود، شاعران و نویسندگان شعرها و نوشته‌هایشان را در رابطه به موضوع سروده و از رواج‌های ناپسند و نادرست در جامعه و عواقب آن یاد کردند. همکارم رسولی با شرح بیشتر. مشاوره تحت عنوان جلوگیری از رواج‌های ناپسند از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی راه اندازی شد. ملا حمیدالله نثار رئیس اطلاعات و فرهنگ این ولایت گفت که رواج‌های ناپسند جلوی پیشرفت‌های اقتصادی را در جامعه گرفته و مشکلات فراوان را در یک جامعه به بار می‌آورد. ټولنه نه یوازې دا چې له اقتصادي رکود سره مخ کېږي بلکې له ټولنیز مشکلاتو سره هم مخ کېږي. ډېری ځوانان موږ ولیدل چې د دغسې مراسمو یا د دغسې پیسو د حاصلولو یا د دغسې
په اصطلاح رواجونو د ترسره کولو لپاره هغه ناقانونه مهاجرت ته اړ شول او په لاره کې شهیدان شول او بیرته یې جنازې موږ تاسې ولیدې. شاعران و نویسندگان شعرها و نوشته هایشان را در رابطه با رواج‌های ناپسند و عواقب منفی آن در جامعه سرودند. محمد عمر ملنگ و مولوی زکریا دو تن از شاعران در مورد چنین بیان داشتند. ټوله د عصر رواجو خراب کړي، ټوله تربګنیت لا سر تر پښو خراب کړي، ټوله د عصر رواجو خراب کړي، ټوله د هوس مستو څپو په سر اخیستې. از سوی هم فدا محمد صمیمیار یک تن از شاعران روی اهمیت چنین برنامه ها صحبت کرده و از مسئولین خواست که همچو برنامه ها را بیشتر راه اندازی کنند. که دغه ډول مشاعرې نورې په لارې واچول سي او ناوړه دودونو تر عنوان لاندې یو بل داسې عنوان لاندې چې هغه په ټولنه کې ناوړه وي یو بد وي، نو دغه تر عنوان لاندې مشاعرې جوړې سي، دا به ډېر مثبت تاثیر ولري. حاجی عبدالخالق یک تن از اشتراک کنندگان این محفل روی تاثیر چنین رواج‌ها بالای قشر جوان جامعه میگوید: دا رواجونه خو دا بغیر چټي توانی شیان و دا ټول مسلمانان یې تباه کړ، ځوانان مو یا ته په لارو په دغه ځنګلو کې مړه سوه. دا ټول د دې له خاطره چې دغه رواجونه خراب رواجونه و. رواج‌های ناپسند در پهلوی با وجود آوردن مشکلات فراوان در جامعه باعث شده که جوانان راهی مسافرت شده و یا هم دیر وقت مجرد باقی بمانند. ریاست شهدا و معلولین ولایت غزنی به همکاری یک بنیاد خیریه برای 400 خانواده شهدا، معلولین و یتیمان بسته‌های کمکی مواد خوراکی توزیع نمود. عبدالحکیم دانش، رئیس امور شهدا و معلولین غزنی میگوید که این کمک‌ها از سوی یک بنیاد خیریه تهیه و به همکاری این ریاست برای خانواده‌های مستحق توزیع شده است. نن د شهدا او معلولین چارو ریاست له لوري څخه 400 مستحق کورنۍ د یتیمانو، معلولینو او کونډو کورنیو ته د غذایي موادو توزیع د یو خیریه بنسټ په همکاري باندې، نو هغه کورنۍ دلته وجود لري، هغه معلولین یتیمان دلته وجود لري چې هغه موږ راغوښتي دي او مستحق څوک دي. دا د یو خیریه بنسټ لخوا څخه د شهدا او معلولین چارو ریاست تر چتر لاندې په غزنی ولایت کې موږ لرو. در همین حال حضرت محمد یک تن از دریافت کنندگان از همکاری ریاست شهدا و معلولین و بنیاد خیریه خوشحال است. خوشحاله یم چې دا مرسته له موږ سره وسي، له مظلومانو سره، له معیبینو سره چې مرسته وسي، موږ ډېر خوشحاله یو. نو خدای تعالی دې دا نظام د غیب ټینګ کړي، له دغسې مظلومو سره چې دا مرسته وسي. مقصد ډېر مظلوم سته، دا مظلوم ساول زه یم، ولا که په کور کې شی لرم. محمد غنی همچنان میگوید که وی سرپرست چند یتیم است و این کمک ها میتواند تا حدی از مشکلاتش را بکاهد. دا یو ډېر ښه ګام دی مولوي صاحب، دا خو نو ډېره مرسته ده د مسلمانو لپاره. زه په خپله چې یم دغه 2 میاشتې له مخه مې یو زوی مړ شوی دی، یوه مې کډه مړ شوی دی، زوی مې 5 یتیمان پاتې دي، ځکه یې اوس پکې نیولی یم. مسئولان ریاست شهدا و معلولین غزنی همچنان افزودند که پیش از این نیز برای بیش از 600 خانواده شهدا، معلولین و یتیمان کمک‌های خوراکی و غیر خوراکی از سوی این ریاست توزیع گردیده بود. و سمینار یک روزه تحت عنوان ارتقای ظرفیت علمی استادان مدارس از طرف اتحادیه مدارس دینی و ریاست معارف غزنی در مرکز این ولایت راه اندازی شد. در این سمینار که 10 تن از استادان مراکز دینی این ولایت اشتراک کرده بودند، سخنرانان روی موضوعات مختلف جهت ارتقای ظرفیت علمی اشتراک کنندگان بیان کردند. همکارم رسولی گزارش می‌دهد. سمینار یک روزه تحت عنوان ارتقای ظرفیت علمی استادان مدارس از طرف اتحادیه مدارس دینی و ریاست معارف غزنی برای 10 تن از استادان مدارس در مدرسه مظهرالعلوم در مرکز این ولایت راه اندازی شد. مولوی عبدالهادی مسئول مدرسه مظهرالعلوم درباره میگوید: د سمینار موخه او هدف صرف د استادانو د علمي سویه لوړول وو چې په څنګه ترتیب باندې وکولای شي چې شاګردان په ښه طریقه باندې وروزي او د شاګردانو عمر په مدارسو کې ضایع نه شي، او کوم شیخ صاحبان چې دوی ته وینا کوله په څو اهدافو باندې دغو تمرکز یا خاص موضوعاتی درلوده. در این سمینار که 10 تن از عالمان و حافظان قرآن کریم اشتراک کرده بودند، سخنرانان روی موضوعات چون مطالعه، روش تدریس، اهمیت مدارس،
اوصاف مدرس، اهمیت همچو مجالس و تأثیر آن در جامعه صحبت‌هایی داشتند. شیخ نیک محمد رئیس شورای علمای غزنی درباره اهمیت مدرسه بیان داشت. مدرسه دی اصلاح، دی تقوا، دی اخلاقو دی نبی کریم صلی الله علیه و سلم، دی الله جل جلاله دی کلام، دی ارشاداتو، دی ذکری او دی عمل مرکز دی. یو طالب سے مدرسے چو پالگیگی لکه څنګه چې ظاهري علم حاصل کړی، ظاهري علم نو باید عمل وکړي. از سوی هم شیخ الحدیث خیرالله یک تن از عالمان دین درباره مطالعه و اهمیت آن چنین گفت: مطالعه داسې یو څه ده چې ذهن فعال ساتي، وایي علم ته ترقي ورکوي، زړه ته سکون ورکوي، ذهن ته ارامي ورکوي، معلوماتو ته زیادت ورکوي، په فصاحت او بلاغت کې ترقي راولي، په لیکوالي او په امتحان کې بریالیتوب راولي. د هر مرض لپاره دوا، د امراض د علم لپاره مطالعه. با گفته عالمان دین همچو سمینارها جهت بلند بردن ارتقای از ظرفیت علمی استادان مفید بوده و از مسئولین خواستند که در برگزاری چنین سمینارها و توجه به مدرسه های دینی توجه بیشتر نمایند. شنونده های رادیو ملی غزنی و علاقمندان برنامه نگاه به مطبوعات، این بود از آخرین رویدادها و تحولات اخیر در ولایت غزنی. سر میزنیم به ولایت های دیگر کشور. وزیر اطلاعات و فرهنگ طی مراسم قدردانی از کارشناسان امور سیاسی گفته است که امارت اسلامی به عنوان یک نظام آزاد و مستقل با شجاعت از حقوق ملت دفاع کرده است. به گزارش آژانس باختر، در این مراسم شیخ شیراحمد حقانی وزیر اطلاعات و فرهنگ، مهاجر فراهی معین امور نشرات، مولوی محمد یونس راشد معین امور جوانان، رئیسان و ده تن از کارشناسان سیاسی حضور داشتند. شیخ شیراحمد حقانی تصریح کرده است: در جریان رویدادهای اخیر ملت ما چنان که لازم بود با وحدت و همبستگی از نظام حمایت کرد و به جهان نشان داد که ملت افغانستان ملت واحد است و به هیچ کسی اجازه تجاوز به کشورشان را نمیدهند. و فعالیت رسانه‌ها و کارشناسان امور سیاسی را ستوده و افزود که ملت افغانستان در وحدت کامل از سرزمین خود در برابر هر اشغالگر دفاع کرده است. با بیان و امارت اسلامی به عنوان یک نظام آزاد و مستقل با قدرت‌های بزرگ جهان وارد مذاکره شده و با شجاعت از حقوق ملت دفاع کرده است که مذاکرات موفقانه تبادل زندانیان به هیئت آمریکایی نمونه بارز آن است. مهاجر فراهی معین امور نشرات نیز گفت وزارت اطلاعات و فرهنگ از کارشناسان امور سیاسی و رسانه‌ها به گونه قاطع حمایت می‌کند. رسانه‌هایی که ارزش اسلامی و افغانی را رعایت می‌کنند با آزادی کامل فعالیت دارند و این وزارت در تمام عرصه‌ها از آنان پشتیبانی کرده است. کارشناسان امور سیاسی همچنان در سخنرانی خود گفتند که دفاع از هر وجب خاک کشور را مسئولیت اسلامی و ملی خود می‌دانند. آنان افزودند که نیروهای نظامی امارت اسلامی با شجاعت در برابر تجاوز واکنش نشان دادند، پاسخی که در تاریخ کشور و در هیچ نظام پیشینه ندارد. همچنان کارشناسان دیدگاه‌ها و خواسته‌های خود را با مسئولان در میان گذاشتند که با جبینی باز از سوی آنان شنیده شد. و محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب شده اماراتی زون مرکزی 5640 جریب زمین شهرک سید اسحاق گیلانی در ننگرهار را اماراتی اعلام کرد. بر بنیاد خبری وزارت عدلیه این کمیسیون زمین‌های یاد شده را به صورت دقیق بررسی کرده و دوسیه آن را بر اساس ماده 17 قانون جلوگیری از غصب زمین‌ها و استرداد زمین‌های غصب شده به گونه رسمی به محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب شده اماراتی زون مرکزی محول کرده است. این محکمه بعد از بررسی دقیق اسناد، مدارک، دفاتر املاکی و اخذ معلومات از ادارات مربوطه و عدم اثبات خریداری زمین از سوی دولت فیصله کرده که کل زمین این شهرک به مساحت 5640 جریب زمین واقع در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار ملکیت اماراتی است. محکمه یاد شده همچنان گفته است که متصرفان زمین که بیشتر مشتری هستند و زمین را از اشخاصی خریداری کردند می توانند برای اخذ قیمت زمین و جبران خساره خود به فروشنده مراجعه کنند. گفتنی است که روند بررسی
تثبیت و استرداد زمین‌های عمارتی در سراسر کشور به شدت جریان دارد و کمیسیون جلوگیری از غصب زمین‌ها، هیئت‌های تکنیکی ولایتی و محاکم اختصاصی مربوطه پس از بررسی دقیق اسناد، مدارک و معلومات ادارات عمارتی در رابطه با زمین‌های تحت ادعا تصمیم گیری می‌کنند. و وزارت معارف پروژه ترمیم و نوسازی 12 مکتب، یک مدرسه و سیستم برق و آب برای 11 مکتب در ولسوالی‌های مختلف ولایت کابل را آغاز کرده است. بر بنیاد خبر این وزارت، مصارف این پروژه ها از بودجه وزارت معارف تمویل می‌گردد و هزینه مجموعی آن بیش از 7 میلیون افغانی است و قرار است طی 3 ماه اجرا شود. گفتنی است که با اجرای این پروژه ها برای صدها شاگرد محیط مناسب تعلیمی فراهم خواهد شد. وامریت فرهنگ و هنر ریاست اطلاعات فرهنگ کندوز نمایشگاه خیابانی کتاب را در ولسوالی امام صاحب این ولایت برگزار نمود. احمد جاوید رنجبر آمر فرهنگ و هنر ریاست اطلاعات فرهنگ کندوز در این نمایشگاه روی ارزش و جایگاه کتابخوانی صحبت نمود و از تمامی جوانان خواست که به خاطر افزایش معلومات خود کتاب مطالعه نمایند و هدف از برگزاری این نمایشگاه را تشویق جوانان و نهادینه‌سازی فرهنگ مطالعه در جامعه دانسته و از مردم خواست که فرزندان خود را به آموزش و علم و دانش تشویق نمایند. او گفت که 3 کتابخانه در چوکات این ریاست در کندوز با 15,000 جلد کتاب همه روزه برای علاقمندان مطالعه باز می باشد. در همین حال علما، بزرگان، جوانان و شهروندان ولسوالی امام صاحب از این اقدام ریاست اطلاعات و فرهنگ ابراز خرسندی نموده بر ادامه برگزاری چنین نمایشگاه‌ها تاکید نمودند. و نیروهای امنیتی ولسوالی چهار برجک نیمروز از واردات غیرقانونی 19784 کیلوگرم دوا و 840 لیتر تیل در این ولسوالی جلوگیری کردند. با گزارش آژانس باختر، مولوی گل محمد قدرت سخنگوی قماندانی امنیتی نیمروز گفته است که قاچاقبران قصد داشتند این دوا و تیل را بدون پرداخت محصول گمرکی وارد کشور کنند، اما توسط نیروهای امنیتی شناسایی و مواد ضبط گردید و افزود که در پیوند به این قضیه 10 تن بازداشت شده است. رئیس عمومی دفتر ریاست الوزراء در جریان سفر به هرات در حالی از روند کار پروژه تاپی دیدن کرد که الحاج ملا شاه محمد داخوند، معاون ریاست عمومی نظارت و تعقیب فرامین و احکام و مسئول پروژه تاپی از جانب ترکمنستان و هیئت همراهش وی را همراهی می‌کردند. با گزارش آژانس باختر به نقل از خبرنامه ریاست الوزراء، رئیس عمومی دفتر ریاست الوزراء تاپی را برای رشد اقتصادی افغانستان و منطقه مهم و حیاتی دانسته افزود که کار این پروژه در خاک افغانستان بدون هیچ کدام مشکل و به سرعت ادامه دارد و با اشاره به امنیت سراسری در کشور گفت که اکنون همانند تاپی برای تطبیق پروژه های بزرگ و استراتژیک دیگر در شرایط بهتر و مناسبتر فراهم شده و امارت اسلامی از تمامی پروژه های حمایت می کند که باعث آبادی و تقویت اقتصادی کشور می شود. دکتر مولا عبدالواسع از همکاری همه‌جانبه امارت اسلامی در تطبیق پروژه تاپی اطمینان داد و سرمایه‌گذاران ترکمنستان و تمامی سرمایه‌گذاران خارجی خواست که با استفاده از این فرصت در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند. همچنان مسئول پروژه تاپی از سوی ترکمنستان و هیئت همراهش از جریان کار این پروژه در خاک افغانستان رضایت خود را ابراز داشته و از امارت اسلامی تشکر کرد که در تطبیق این پروژه منطقه‌ای همکاری همه‌جانبه کرده است. آنان اطمینان دادند که ترکمنستان با همکاری امارت اسلامی در زمان تعیین شده کار پروژه تاپی را تکمیل خواهد کرد. قابل یادآوری است که با تکمیل شدن پروژه تاپی تنها افغانستان سالانه در حدود 1 میلیارد دلار آمریکایی عواید خواهد داشت. کار بازسازی سرک عمومی کابل گردیز که 76 کیلومتر طول دارد با هزینه 17 میلیون افغانی از بودجه انکشافی وزارت فایده‌نامه آغاز گردید. مولوی جنتگل سراج رئیس فایده‌نامه لوگر به خبرنگار آژانس باختر گفت این پروژه شامل قیرریزی، بازسازی فرش سرک و ترمیم قسمت‌های تخریب شده در طول 76 کیلومتر می باشد و کار آن تا 3 ماه آینده تکمیل خواهد شد. و تیم تکنیکی وزارت دفاع ملی 50 رادار تانک هاموی غیر فعال را ترمیم و دوباره فعال کردند. دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع ملی امروز با نشر خبر گفته است که در اثر سعی و تلاش پرسنل تکنیکی و مسلکی ورکشاپ کندک حمایوی قلعه‌اردی 215 عزم
50 رادار تانک هاموی ترمیم و جهت استفاده آماده شد. باید گفت که تیم‌های تکنیکی وزارت دفاع ملی هزاران واسطه نظامی غیرفعال را در مرکز و قلی اردوها ترمیم و دوباره فعال کردند. و همچنان مولوی عبدالله سرحدی والی بامیان در دیدار با معاون هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان در رابطه با کمک‌های این سازمان در بخش‌های مختلف در این ولایت صحبت کرد. به گزارش آژانس باختر در این دیدار در رابطه با کمک‌های بشردوستانه، همکاری‌های انکشافی، خدمات صحی و وضعیت مهاجرین و نیازمندان بحث صورت گرفت. اندریکا راتوت معاون هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان اطمینان داد که سازمان ملل متحد در تلاش است تا با تقویت همکاری‌ها میان نهادهای بین‌المللی و حکومت محلی بامیان خدمات بشردوستانه و انکشافی را به گونه‌ای مؤثر و هدفمند به مردم این ولایت برسانند. در این دیدار بر بهبود مراکز صحی، درمان معتادان و رسیدگی به وضعیت مهاجرین عودت کننده از ایران و پاکستان تاکید شد و والی بامیان بر اهمیت گسترش همکاری‌های سازمان ملل متحد در این ولایت تاکید کرد و خواهان توجهی بیشتر در بخش پروژه‌های زیربنایی و انکشافی شد. و نشست نوبتی کمیسیون ارزیابی کتاب که به ریاست مهاجر فراهی معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شده بود، کتاب‌هایی که مطابق با ارزش‌های اسلامی و افغانی بود اجازه چاپ را دریافت نمود. به گزارش آژانس باختر به رهبری مهاجر فراهی معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، نشست نوبتی کمیسیون ارزیابی کتاب در حضور اعضای کمیسیون برگزار گردید. در آغاز منشی کمیسیون گزارش نشست قبلی را ارائه کرد و دستاوردها و فعالیت‌های کمیسیون مثبت ارزیابی شد. در این نشست در مورد شماری از کتاب‌ها تصمیم لازم اتخاذ گردید و کتاب‌هایی که مطابق با ارزش‌های اسلامی و افغانی بود اجازه چاپ را دریافت کردند. شنونده ها و علاقمندان برنامه نگاه به مطبوعات، این بود از آخرین داشته‌ها و رویدادهای اخیر ولایت غزنی و کشور. سری می‌زنیم به رویدادهای خارج کشور. جنبش اسلامی حماس روز سه‌شنبه هفته روان اعلام کرد که میزان کمک‌های بشردوستانه که از زمان اجرای آتش‌بس وارد نوار غزه شده همچنان بسیار محدودتر از مقدار مورد توافق در تفاهمات اخیر است. به گزارش آژانس باختر به نقل از العربیه، در بیانیه این جنبش اسلامی آمده است که تعداد کل موترهایی که از آغاز اجرای آتش‌بس وارد نوار غزه شدند تنها 986 موتر بودند، در حالی که طبق مفاد توافق باید تا شامگاه دوشنبه گذشته حدود 6600 موتر وارد میشد. در این بیانیه همچنان ذکر شده که کاروان‌های بشردوستانه شامل 14 موتر حامل گاز خانگی و 28 موتر سوخت دیزل برای راه‌اندازی نانوایی‌ها، شفاخانه‌ها و ژنراتورهای برق بودند، اما این مقادیر حتی حداقل نیازهای ساکنان را در شرایطی که با کمبود شدید سوخت و کالاهای اساسی روبرو هستند تامین نمی‌کند. جنبش اسلامی حماس افزود که میانگین تعداد موترهایی که روزانه وارد غزه می‌شوند از 89 موتر فراتر نمی‌رود، در حالی که باید روزانه حدود 600 موتر وارد می‌شد. این گروه این وضعیت را نشانه تداوم سیاست محاصره و گرسنه نگه داشتن بیش از 2.4 میلیون نفر ساکن غزه از سوی رژیم اسرائیل دانست. در ادامه بیانیه آمده است که مقادیر کنونی کمک‌ها حتی حداقل نیازهای انسانی و معیشتی را برآورده نمی‌سازد. جنبش حماس گفت از سوی جامعه بین‌المللی خواسته شده تا فوری و منظم دست کم 600 موتر کمک روزانه شامل مواد غذایی، دارویی، امدادی و نیز سوخت و گاز خانگی برای تضمین تداوم خدمات حیاتی وارد غزه شود. حماس همچنان تاکید کرده است که نهادهای محلی در غزه آماده‌اند همکاری و هماهنگی کامل خود را با مؤسسات انسان‌دوستانه و امدادی بین‌المللی ادامه دهند تا روند ورود و توزیع کمک‌ها در تمام جاها و مراکز حیاتی به درستی انجام شود. این بیانیه در شرایط صادر شده که فضای انتظار و نگرانی در غزه در خصوص اجرای کامل مفاد آتش‌بس که حدود 2 هفته پیش به اجرا درآمد حاکم است. این آتش‌بس پس از 2 سال حملات گسترده رژیم اسرائیل برقرار شد که ویرانه‌های وسیعی بر جای گذاشت و بحران انسانی بی‌سابقه ایجاد کرد. بر اساس گزارش منابع فلسطینی و بین‌المللی، تفاهمات آتش‌بس شامل افزایش حجم کمک‌های انسان‌دوستانه و بهبود تامین کالاهای حیاتی است. با این حال، سازمان‌های امدادی بین‌المللی هشدار دادند که محدودیت‌های رژیم اسرائیل بر گذرگاه‌ها و موانع لوجستیکی
همچنان مانع ورود مؤثر کمک‌ها به غیر نظامیان است. برآوردهای سازمان ملل نشان می‌دهد که اکثریت ساکنان غزه دچار ناامنی غذایی هستند و بیش از نیمی از مراکز درمانی به دلیل کمبود سوخت و خسارات ناشی از جنگ از کار افتادند. بحث کمک‌های انسان‌دوستانه یکی از مهمترین چالش‌ها در مسیر تثبیت آتش بس و بازسازی به شمار می‌رود، در حالی که هشدارهای مبنی بر احتمال فروپاشی خدمات اساسی در صورت عدمی از سرگیری منظم ورود سوخت و تدارکات در روزهای آینده مطرح شده است. سازمان غذایی جهان میگوید که به دلیل بازنمودن تمامی گذرگاه‌های ورودی به نوار غزه نمی‌توانند به هدف روزانه خود یعنی تحویل 2000 تن کمک به ساکنان این باریکه دست یابند. به گزارش آژانس باختر به نقل از رسانه‌ها، عبیر عطیفه سخنگوی اداره غذایی جهان سازمان ملل که در ژنو صحبت میکرد گفت که تنها 2 گذرگاه در حال فعالیت هستند و هیچ گذرگاهی به سمت شمال غزه که قحطی زده است باز نیست. او خواستار بازگشایی تمامی گذرگاه‌ها شد. خانم عطیفه افزود که سازمان غذایی جهان در حال حاضر روزانه حدود 750 تن مواد غذایی به نیازمندان تحویل می‌دهد. او همچنین تاکید کرده که حفظ آتش بس در غزه حیاتی است و تنها راه نجات جان انسان‌ها است. شنونده های رادیو ملی غزنی و علاقه‌مندان برنامه، این بود از آخرین داشته‌ها و رویدادهای اخیر غزنی، کشور و منطقه. امید است که تا این لحظه ما را همراهی کرده باشد. تا برنامه بعد که بازم من حسب العابد در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم. شما را به خداوند به همتا و مهربان میسپارم. پیروز، شادمان و کامگار باشین. الله نگهدارتان. نگاه به مطبوعات. نگاه به مطبوعات. برنامه گزارشات مهم یک هفته. در این برنامه گزارشات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی یک هفته غزنی، افغانستان و جهان را شنوا باشید. این برنامه را روزهای پنجشنبه ساعت 8 صبح و تکرار آن را ساعت 6 شام همین روز از رادیو ملی غزنی فراموش نکنید. نگاه به مطبوعات.